من از همه شما جوان‌های دوست داشتنی خانواده‌های محترم یک بار دیگه تشکر می‌کنم به خاطر حضورتون. منتها اگر یک مقدار به دلیلی که ما مجوز این برنامه رو به سختی گرفتیم، پس اجازه بدید که باز هم بتونیم مجوز برنامه بگیریم و هنرمندهایی که شما دوست دارید رو دعوت کنیم تا به استان نظمی بیان تا هم کنسرت داشته باشن و هم برنامه‌شان. پس ازتون خواهش می‌کنم یک مقدار رعایت کنید جلوه برنامه رو و هنرمندان محبوبتون رو شایسته تشریف بفرمایید. متشکرم. خیلی ممنون. قربون باشید. خیلی ازت ممنونم که توی کار خیلی شرکت کردی و به نوعی دعوت من رو پذیرفتی تا به دعوت دوستان رو بتونی کار خوب انجام بدید. خیلی متشکرم. میخوام یک خواننده مطرح، محبوب و دوست داشتنی و سورپرایز موسیقی پاپ کشورمون رو دعوت کنم به افتخار محمد علیزاده.
خدایی که هرچی دارم و هرچی ندارم به لطف اونه و خدایی که همه چیز این دنیا من داده و من هیچ عقده و آرزوی جنگی ندارم. سلام میکنم به همه شما. خیلی خوشحالم که این جشن شما شرکت کردم. مرسی که خدا من رو انتخاب کرد که اون برای بچه‌های جمع‌آوری وجه برای بچه‌های سرطانی بخونم. این هم خمس کارم مرتضاست دیگه. ماها خدا انقدر به ما لطف داره و همیشه شرمندگی خدایی. یعنی واقعا خیلی بیشتر از کوپانمون دارم ماها. به خودمون نمی‌فهمیم. احساسی که به تو حس تو هست من عاشق راستی هم شدم احساسی که به تو دارم بشناسی خدا نداشت من اسم این دل و عاشق شدن همه میخونن بخون تو میخونی نمونه موفقی این اولین بار میگه دوست داره گرفتاره بگو دوستتون داره با یه قلبه مرتضی بخونی احساسی که تو من اسم این حال دل رو عاشق شدم احساسی که تو یه سبی نظیره خدا کنه هیچ وقت خدا شما رو از هم نگیره این اولین بار توی دوست داره گرفتاره بگو به دل بیچاره دوستتون داره باید دلاتون برم من دوست دار گرفتار بگو به بیچاره زنینی من دارم شما ندیدمش ولی خیلی نجیبه این آدمی دلم میگه دوستتون داره گرفتاره بگو آره به بیچاره دوست داره باید این قلبتی که داره دوستتون دارم مرسی خیلی ممنون خدا رو شد من هم مرتضی هم خیلی از بچه‌هایی که توی موسیقی ایران دارم میخونم میدونیم که بچه‌ها تا داشتم یک از رفقام پشت استیج میگفتم بچه‌های ایران به غیر از من انقدر دارن خوب کار میکنن کنم موریات که ترتیبن یعنی باورتون نمیشه من خدا رو شکر باید کرد بچه های 22 ساله 25 ساله 30 ساله خواننده های 50-60 ساله اون کار کلا میکنه که الان بلیتاشون نمیره بچه های من بلیتاشون نمیره و اینه خدا رو شکر اما میگه زشت هم خوبه خوشگلا قابل توجه زشته نیست البته میگن محمدی انگار زشت نداره
خوشگلی هم در دوست داره الهی زشتان نداره. همیشه توی قصه ها پری نصیب شاه میشه. همیشه توی قصه ها پری نصیب شاه میشه. مرتضی دلبره جا خالی میده دیوه که زمان میشه. لیکن چقدر دیو سمتون نشه اونایی رو که دوستشون داریم همیشه کنارتون باشن. چون نظر من اون لحظه قشنگی که اونی که دوستش داری بغل نشسته باشی، نه اون رو که نشوندن بغلت و میگن تو باید اون دوستش داشتی. اصلا پیش اومده نه؟ پس ما به افتخار اونایی که دوست داریم دست میزنیم. به روزها میشه چشمایی که با یاد تو میرستم، چه احساسی از این بهتر بعد یه عمری هنوزم عاشقت هستم. تو میچرخی به دور من کنارت شده برمیشم، تو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم. تو تکراری نمیشی من کنارت شده برمیشم، تو تکراری هیچ وقت نمیشی. من محمد علی زاده به تو هی وابسته تر میشم. تبت هر صبح با من بود تبه گلهای داودی، تبی که مرتضی تازه این روزا فهمیدم خوش دارمش تنها باعث زندگیم بودی. تو خورشید و قسم دادی فقط ما عشق روشن شه، یه کاری با زمین کردی که اینجا جای بودن شه. تو میچرخی به دور من کنارت شده برمیشم، تو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم. تو تکراری نمیشی من کنارت شده برمیشم، تو تکراری نمیشی من تو جون دارم عاشق تو میشم. بفرم مرتضی مرسی مرتضی دوست دارم این دنیا یه کاری هست میگه احساسی که به تو دارم. عزیزم مرتضی من دوستای خواننده زیاد دارم، معمولا با همکارای خودم رفتارها نمیدم به این دلیل که در قشر ما و در همکارهای ما حسادت موج میزنه و همه دنبال اینن که از اون یکی بهتر باشه. اما هیچ وقت من و مرتضی شاید دوستیمون به 1 سال هم نرسه، اما همیشه دعا برای هم کردیم و وقتی که برای مرتضی مردم دست میزنن من عاشق‌ترش میشم و از اینکه واسش گریه میکنن و با موزیکاش ملت حال میکنن من روز به روز
دعا میکنم براش. خیلی خوشحالم که شما مرتضی دسترخوی من دوست دارید و آرزو میکنم همیشه سلامت باشید. مرسی مرتضی. البته آقای مرتضی پاشایی همونجور که آقای علیزاده گفتن جدا از اینکه اینقدر احساسی می‌کنن و خوشحالن بسیار شوخ‌طبع هم هستن. همچنان که دوست دارید آقای پاشایی رو از برنامه‌اش بردید که قاپلی نشه دفعه جا؟ مواصلات کردن که قاپلی نکنه. بسیار بسیار به نظر من الان 30 سالم شد دیگه دیر شدم. آره من 30 سالم شد دیر شد. اما من خیلی شاید یک سوم دنیا رو گشتم. من خیلی عاشق مسافرتم، خیلی عاشق آدمای زیادی تو زندگی اومدن. اما یه چیزی رو یاد گرفتم که آدم‌ها با اینجاشون زندگی کنن. اون دنیا تشریف ببریم انشالله هممون میریم و میبینیم که خدا فقط با اینجا امیدوار داره، نه با کارهای دیگه. مواظبت باشید. از لذت ببرید از برنامه‌های پاشایی تشریف بیارید. خسته شدم ایشون میگه. آره مرتضی هم خیلی اذیتش کرد. من یک تشکر ویژه از محمد علیزاده هم کنم. چندین سال از آقای علیزاده رو میشناسم و تا دعوتش حضور پیدا کنه تو این جشن آقای علیزاده هم همانند مرتضی پاشایی و مهدی پور نوعی یاهندی گفتی خیلی منو گرم کرد که در این جشن حضور بکنید. خیلی ممنونم آقای علیزاده و اینکه این همه مردم شما رو دوست دارن به خاطر احساس قشنگی که در صدا و فرهنگ شما هست.